سعید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان طی یک نشست خبری در استانبول ترکیه منع ریش در کشور را تصدیق کرد، اما او گفته است این امر صرف جنبه امنیتی دارد. بنا به خبر آژانسی دولتی خاور در روز 21 اکتبر، عبدالقادرزاده گفته است که در زمینه منع ریش در تاجیکستان هیچ قانون قبول نشده است. این اقدام صرفاً از جنبه امنیتی و اصولاً برای مطابقت ظاهری واقعی انسانها به عکس شناسنامه و گذرنامه‌هایشان اجرا می شود، افزوده است او. از طرف دیگر به گفته رئیس شورای علما، در حالی که نفوذ برخی از عناصر گروه‌های مختلف از کشور افغانستان است، این اقدام برای شناسایی بهتر شهروندان کمک خواهد کرد. بعضی از کشور و سازمان‌های خارجی سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای ایجاد محدودیت‌های مذهبی از جمله پوشش‌های اسلامی و دخالت بر ریش مردان تنقید می‌کنند. دپارتمنت دولتی آمریکا ماه اوگوست امسال در گزارش خود گفت که تاجیکستان مثل سال 2015 هم در گروه کشورهای مورد توجه خاص بود. دپارتمنت دولتی گفت سال 2016 هم در تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی همانا ادامه داشت و این نوبت توجه مقامات بیشتر به حجاب زنان روانه شده بود.